تسوتومو یاماگوچی، مردی که 2 بار تو دل جهنم اتمی زنده موند. سال 1945 یاماگوچی برای کار تو هیروشیما بود که صبح 6 اوت آسمون یهو با یه نور وحشتناک شکافت و بمب اتمی کل شهر رو لرزوند. موج انفجار پرتش کرد زمین، پوستش سوخت، پرده گوشش پاره شد، ولی نفس میکشید. فرداش با همون بدن زخمی برگشت ناگاساکی پیش خانواده‌اش. 3 روز بیشتر نگذشته بود که دوباره آسمون روشن شد. دومین بمب اتمی. این بار هم وسط منطقه مرگ بود. اما پشت دیوارای ضخیم یه ساختمون قایم شد و زنده موند. با تن خسته و پر از درد بین خرابه ها دنبال عزیزاش گشت و پیداشون کرد. یاماگوچی از دل 2 جهنم رد شد. خونه و شهرش نابود شد ولی کم نیاورد. سالها بعد شد یکی از بلندترین صداها علیه سلاح هسته‌ای.